بگیرم به دل دارم کمتر پس بگیرم به دل دارم کمتر پس بگیرم تو آهو بره من و شکاری تو آهو بره رار مپس بگیرم تو آهو بره رار مپس بگیرم گلا گلا کجایی بیا بیا تو بیا تو کنم بیا دیگه بیا صبر کو تو صبر بکو صبر کو صبر کو صبر بکو وای صبر کو کم دستمال خوراکی سلو دارم صبر کو وای صبر کو وای صبر کو دستمال چیز بچی شکر کمال خو بستم کدوم کجی آره به تاکیسی می میگم ششتا باشم که در راهی بدرم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 شاخی نباتی سنما سنما آبی حیاتی ننما با شاخی نباتی سنما سنما آبی حیات لا 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 یادتونه یا مادر تو که برسکه هر که احساس وفا نداره بمیره دور از تو دلی از کینه جدا نداره بمیره دور از تو تو که علی جفای وفا هم داری کس میره وفای وفا هم داری که احساس وفا نداره دیرک شرما به دردمو خب بابا عمل کن تو مدام 20 ساعت و بی دولمیته برکسیدی خب بابا بفرمایید من چون ماستو چی بگم از بحث تو گپ میزنی یاد نبرم میشه گلک جو بیا به تو یک چند یاد میدم به شرط بحث کنی خب تو اختلاط کنم همسر کنم میتونم مکسرم بگو برو کل خیلی دارم کل خیلی دارم برو خب بیا برو قراره کرده به شرط بحث کنی خوبه بگو بیا برو قراره کرده به می دکونا بیا برو تمی دکونا تمی بازارا خب برو بگو ماما جو ما بیامدم به دکون شما 1 کیلو دشلمه خریدم 2 سیرم چای سیاه و 5 سلی دادم بفهمیدی 5 سلی دادم شما پولا دیگه من پس ندادیم عیاد من برم که بستون رخ بگرفتم برفتم ولی بیامدم هنمی پولا کامل بدی همین دشلمه ها شما مثلا همین چای سیاه شما چند میشه من بپرسیدم گه لگه دکونو گفتن دشلمه کیلو 80 روپیه چای سیاه 340 روپیه دیگه پولاکات رو هم یا 300 یا 300 یا 400 هرچی که بدم میستونی غیره که میاری با تو باشون 5 تا دکون بری 5 تا 300 میستونی خب من فکر نمیگه تو اکوجه ماما کو 5 دی تو خب مردگه میگه براره مرگم من بیامدم عده خون شما از کن کل خونو بعد توفات و درد میومه میریزه ای خدا لیلا تو به تاری میریزه مثل تو لیلو کیون خب برو ما مرتکه بگو ماما شما 5 دی دشمله و چای سیاه خریدم 2 سی چای سیاه 1 کیلو هم داشتم 2 سی چای سیاه 1 کیلو دشمله خب مرتکه میگه چند شد اگه بخریدی خب میگم بگو 160 روپیه دیگه 160 چند دیگه الباقی میمونه 340 روپیه دیگه مرتکه میده دیگه دیگه اشته نمیده بگو ما عدیات ببرم بودم من 5 سلی دادم شما می سه دامر بدادیم من رخ بگرفتم ورفتم حالی خیلی بینیم همون پیلو کامر بده با خدا تیجی در بخوری میگی چند تا دیکن برو دیده نری تا باشم 5-6 تا دیکنه میگی بخی مستم کلاره دیگه بیا قراره کده کلا خودی تو میریم یا به علاره حالی تو به علار و علامشی که داری علاره خوبه
وقتی که ما و تو یک روپیه نداشته باشیم حلال نیه. از این که برای دوستی کنی پی میتای ها؟ خدا یار تو. ها؟ خدا یار تو. تو جوان تاییدی برو بخیر بری. یا الله. بله. سلام خانم بخیر. زنده باشیم برادرم. شکر زنده زنده باشیم. سلامت باشیم. بفرمایید. برادر جو من همه سر صبح بیامدم از شما سودا خریدم 5 سدی دادم. خب. انا شما می پولام پس ندادم. حیات شما بره حیات من برم. صبح بیامدی؟ بله. چیست اون؟ دشمله چای سیاه. 1 کیلو دشمله 2 سیرم چای سیاه. 5 سدی دادی؟ 5 سدی دادم ها. حال بیامدی برات پولا دیگه خوب. بلد البیقیو. راست میگی لالا. بله. من کلا تو تلکون خونه دیدم. من به می قطع قیافه من میامدم میگم با شما دروغ میگم. نه چی لالا ما که از صبح کسی دشمنه ندارم. تو مثلا از صبح تو مطالعه و دیکون خونه دیدن که بیاید برات سودا. نه برادرم چه کنیم؟ شما به اینجا شیشته نبودین خب؟ شما اینجا ما چی میدادیم؟ مرتکه که نماد گفت یک بسکوت مادر بدیم. خب. انا خب با که به دیکون خوی بپا اگر تو بسکوت مادر بیفتی هر چی مستی بودی بپا. شاید بسکوت پیار گفته باشه. هم بسکوت پیار هم نداری. محمود عمایات ما برام چی مستق مرتکه که انا ما 5 سدی بدادم دشملا گفتم چند نمیشه شما گفتیم 160 همون زمیش یا نه؟ چی؟ دشملا و چای 160 نمیشه. من دارم تو سودا ندارم میام تو بدید دیکون انا مالا که دیکون ندادی دیگه تو ندیدم ماما جو معروم نمیخوره گردن حروم نمیخوری؟ نه. چند جا پولات میمونه؟ کی؟ پولات چند نمیمونه؟ من چی میفهم؟ مگه بفهم چه بیام اینجا به شما بگم؟ خب تو نمیفهمی هم بیانی برات پولا به البقی خب. خب 5 سدی بده. 5 سدی میفهم که 5 سدیه. خب چند نمیمونه؟ چی چند نمیمونه؟ 5 سدی که من چی میفهم؟ همه چایاشو گفتین 160 میشه. 340 روپیه. چنده؟ 340 روپیه. 340. انا منو ما شما لوکمالو. یعنی حروم نمیخوری؟ اگه ما حروم خورده باشیم یمون بلا با گل اگه تو حروم اگه تو دروغ بگی این پولا به تو حرومه. اگه حروم باشه که حرومه. ها. اگه دروغ بگی به تو حرومه. خب اگه دروغ میگم حرومه. بگردن خو میگیری؟ کی بگردن خو میگیرم؟ همین که دروغ گو اگه دروغ گفتی. ها. خب صحیحه. 340 روپیه 300 ارزش نداره. میفهم. اگه دروغ بگی با دیگه ارزش داره. گناه بیشتره. سر و کار پول خونی. خب. بچلا ماما. آره بیا. آره 340 روپیه. میبینی؟ من تو دروغ نگی. من که تو ندیدم راست خودم. من که تو از صبح تا حالا به دیکون خود ندیدم نیم بیادی همین حوالا که به دیکون نمید. اگه ماما قبول ندارن. نه این ارزش نداره من تو دروغ نگی. برو بخیر. خداحافظ ماما. خداحافظ. ما کویر اصلا از صبح ندیدم که دیکون بالا شده باشه. برو تو که جوانی اگه دروغ گفتی بگردن تو. ما که اصلا از صبح دشنامه دستلاف نکردم. بیا من میگه دشنامه و چای بود. خیره. سلام علیکم زنده باشین. زنده باشین سلامت باشین. بفرمایید برو. ماما بیاین چای بخورین. زنده باشین.
ماما ببخشید میدم من بیام و پیش شما سودا گرفت و من همون پولا من ندادیم شما حیات شما برا چی گرفتین؟ لامپ برقی کی بوده؟ دم چاشت لگلگه لامپ برق چند پولا بوده؟ کی؟ پولا چند بوده؟ 500 دادم و شما گفتیم این 125 روپیه میشه گفتیم 5 فدای کلاتو انا 120 روپیه دیگه 500 که بعد من میدم برفتم من شما هم گوشی شما زنگ آمد انا من برفتم عیاد من برا انا حالا بیامدم برفتم به سراخ و مادر من گفت کو بده پولا کیسه آخر که بپلنگو گفتم با بیلا با مونده به اونجا بده کن لامپ من چون به خدا برار من به نمیفهم که به یاد منیه شاید هم بفرخته و شما تو این نمیفهم که 500 شما پولای ندادیم یا بدادم نه ندادیم گردانم و بل باش یک روپیه ندادیم ماما اگر 500 شما پولای ما بداله باشیم همونا گوشت سرخ کرده شه به شکم مادر رو پیار میشه یعنی شما مطمئنی که می دکون ما بوده یا دیگه دکون؟ ها دیگه خب ما پینیم شما از این جگاه همین تا بیامدم همین جگاه گفتم لامپ برقی بخرم خاطر تا اوتو خوما انا لام نداشتن اوتو خوما سوی تفاهم چیزی به شما پیش نموده باشه کی سوی تفاهم؟ سوی تفاهم نشده باشه برای شما یعنی نه ما تیاریم سوی تفاهم نگرفتم ما صحیح. چند دیگه پولا شما میمونده؟ چند میشه؟ گفتین 120 380 روپیه من چون دیگه همونای دیگه درسته شما کنه من گردن خوب بسته کنیم نه ما پو گردن خوبسته نمی کنیم یک دمی اگه شما گردن خوبسته نکنیم برو هنه برارم چنده؟ 380 روپیه 380 هر شماره که برارم که با دوباره نه که 10 روپیه 20 روپیه پوجری بکم بیده ای 200 ای 200 ای 300 ماما گردن همه باشه اگه به هیچ کشوری بچله میچله ماما جان این پولا شما مردم دادین که ما اول داشتیم بابا یک دیگه میدونیم ما اینا خب بانک نبردیم را خود مش چاپ کنم خداحافظ ماما مطمئن شدی کاری پولا خود بستوندی ها خاطر برارم که با دوباره نه های ماما بابا دوباره البم راگی رو به گوشه گردن خود تو دیگه برو چون ما خب یاد منیه که 500 داده بشی و میده نداده باشم من که به می قیافه ندیدم که بیا اصلا من به می قیافه از این تا ندیدم که این تا آدمه پیران یک رنگ تامون یک رنگی به دکون میبیایه دیگه خدا هم بیتر میفهمه به گوشه گردن خودیو 380 روپیه هم پولی نیه که گردن خود آدم بستکنی اسکه اینا پاک نکرده بوده این یا الله سلام علیکم علیکم میشتنه سلامت باشین زنده باشین سلامت باشین برای جمعه ما اینجا زنده باشین من صبح بیامدم اینجا شما 200 روپیه سودا خریدم پودر خریدم و مثلا شکر و اینا انا 200 روپیه شد به شما 500 دادم انا پولا مر ندادیم صبح آماده بله یا 200 سویدا برده 500 داده بله یا صبح اینجا بیامدم پودر خریدم و شکر خریدم خود یک همین در جمع رو گیردی انا 500 به شما دادم عیاد شما بره ما هم عیاد ما بره بخشش باشه برو خواهش میکنم برای زنده بیا باشین پشت دست بیا گاردن سلامت باشین بیاریم سیه دیگه اینجا ایستادی هم چی گه پایه شوفر سلامتی زنده باشین صبح نگفتی شما عیاد بره برای بخشش باشه ما هم فکر من خوب اگه پینیه عیاد مره چی میل آقا؟ نه دیگه بستا آنه بخشش باشه سلامت باشین بلال زنده باشین دیگه هم را خدمت سلامت سلامت باشین بلال باش که من این مشتری خودم را زنده باشین تشکر شما ای داره تشکر پس ما برو آنه از این بیا برو بیا از این برو از این نمیشه برو ایش تو باشه که من نکنی نمیشه از این پشکون بسته نگم دیگه از این برو